جهت برآورده شدن حاجت، دستورالعمل و نسخه با این سطح از ضمانت پیدا نمی کنی. تو این دستورالعمل بعد از ذات مقدس خداوند متعال و جبرائیل 7 امام معصوم ضمانت کردن هر کس این عمل رو به جا بیاره حاجتش برآورده میشه و به هر مرتبه‌ای که بخواد میرسه. امام صادق علیه السلام فرموده من ضامنم و از پدرم شنیدم با همین ضمانت و پدرم با همین ضمانت از پدرش یعنی امام سجاد علیه السلام. امام زین العابدین با همین ضمانت از سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا با همین ضمانت از امام حسن علیه السلام. امام حسن از امیر المؤمنین علیه السلام با همین ضمانت. از رسول الله صلی الله علیه و آله مجدد با همین ضمانت و بعد از جبرائیل و از خداوند متعال. دقت بفرمایید تو روایت شریف کلمه ضمانت مدام تکرار شده. 7 امام ضامن شدن. این دستورالعمل 9 ضمانت داره در صدرش خداوند متعال. حالا چیه این دستورالعمل امام صادق علیه السلام؟ با همه این ضمانت ها نقل فرموده حضرت که خداوند متعال فرموده هر کس حسین علیه السلام با این زیارت یعنی زیارت عاشورا از راه دور یا نزدیک زیارت کنه و این دعا رو هم بعد از زیارت بخونه یعنی دعای علقمه. خداوند فرموده خواهشش هر قدر که باشد پذیرفته می شود و از درگاه من خدا با ناامیدی و خسارت باز نمی گرده بلکه با چشم روشن به برآورده شدن حاجت و فوز به جنت و آزادی از دوزخ باز خواهد گشت و شفاعت او را در حق هر که شفاعت کند قبول می کنم. مطلب واقعا سنگینه. بعد از این 9 ضمانت فرموده حاجت رو که میدیم هیچ، برات آزادی از دوزخ رو هم دریافت میکنه و شفاعتش در حق هر کی باشه رو قبول میکنه. چقدر زمان لازم داره این دستور؟ زیر 1 ساعت با همه آدابش که 100 لعن و سلام رو بگیم بینش حرف نزنیم توجه داشته باشیم به همراه دعای علقمه زیر 1 ساعت. خب حالا چی میخوای بگی؟ عاشورای سید الشهدا در پیشه، روز حزن و اندوه اهل بیت و شیعیانشون، روزی که اشک‌ها جاریه، رقت قلب وجود داره، نباید ساده از دست بدیم. این فرصت ارزشمند باید خرج ارزشمندترین ها بشه. زیارت عاشورا که اصلش مال همین روزه. تو این روز شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت همه عالم همه با هم همدل بشیم. این زیارت عظیم الشأن و همراه 100 لعن و سلام و به همراه اون دعای علقمه رو فقط و فقط بخونیم برای فرج امام زمانمون، برای منتقم آل الله، برای منجی عالم. در آستانه تاسوعای حسینی هستیم. عهد ببندیم با قمر بنی هاشم علیه السلام مظهر وفاداری به امام. این دستورالعمل رو به نیابت از آقا قمر بنی هاشم برای فرج مولامون انجام بدیم و بعد هم مطالبه کنیم یا ابوالفضل آقا جان این دستورالعملی که از پدر بزرگوار شما از برادران بزرگوار شما با ما رسیده انجام دادیم و ما نتیجه میخوایم از شما و از شما میخوایم با این زیارتهای کاری کنیم. ما فرج امام زمانمون رو میخوایم، مثل همون زنی که تو حرم آقا قمر بنی هاشم علیه السلام بست نشست عرضه داشت آقا جان من بچم مرده زندهش رو از تو میخوام. پا وایساد این بچه زنده شد بود. اینجوری بخوایم عربی درخواست کنیم که حضرات اونجور پیگیری کنن. اگه غیرتی عمل کردیم و میلیونی این دستورالعمل اجرا شد که خب قطعا نتایجش رو میبینیم. و اگر جامعه شیعه تو موقعیت کنونی سستی کنه برای درخواست فرج، یقین داشته باشه این سستی خیلی گرون براش تموم خواهد شد. خیلی گرون. یه سری مطالب هست که اصلا دوست ندارم بیان کنم که دل کسی خالی بشه. از طرفی هم یه سری هشدارا رو باید مردم بشنون. هیچ کدوممون سال گذشته باور نمی کردیم که امسال چنین شرایط اقتصادی جلوی رومون باشه و خدا میدونه در آینده نزدیک چی میخواد بشه. تصور کن یه چنین تورم یه مرتبه اضافه بشه دوباره. ناامنی و جنگ منطقه‌ای رو هم بهش اضافه کنید.
خلاصه مطلب اوضاع احوال خوب نیست، راهی هم جز درخواست فرج وجود نداره. بترسیم از عواقبی که در انتظارمونه و به هیچ عنوان سستی نکنیم. ما یه فرصت عاشورا رو داریم و یه اربعین. میلیون ها زیارت عاشورا باید خونده بشه و این محقق نمیشه مگه اینکه شمایی که شنیدی نیت کنی برای خوندنش و علاوه بر نیت تمام دوستان و آشنایانت رو هم مطلع کنی. حواسمون باشه اگه معرفتی به امام زمانمون نداریم و قریب گذاشتیمش و توجهی به نداهاش نداریم و اینا، لااقل به خودمونم شده رحم کنیم برای نجات خودمون